در تذکیره ها روایت شده است و مولانای بلخی نیز در مثنوی معنوی آورده است که چون سلطان عارفان عالم بایزید بسطامی عازم خانه خدا شد، پس از فرصت از راه برگشت. دوستان پرسیدند که هیچ از راه نمی گشتی، چی پیش آمد؟ گفت مرد در راه دیدم که پرسید کجا می روی؟ گفتم به حج. گفت چی داری؟ گفتم 200 درهم. گفت بیا به من ده که صاحب عیالم، یعنی سرفرزند و احتیاجمند، و 7 مراتبه گرد من درگرد که حج تو این است. گفت چنان کردم. مرد گفت ای سلطان عارفان، هیچ دانی که پروردگار عالم را 2 خانه است؟ گفتم نه. گفت بدان که یک خانه گیلین است، اشاره به حرم در مکه، که از لحظه بنیادش تا هنوز وارد آن نشده، و دیگر خانه دیل که از لحظه آفریدنش تا به امروز از اون بیرون نشده. و هم بدان که خداوند در کتابش یک بار خانه من و 70 مراتبه یا مرتبه بنده من گفته است. این شنیدم و از راه برگشت. به این معنی خواجه عبدالله انصاری نیز می‌فرماید در راه خدا 2 کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارتی دلها کن، که-افزون ز ҳазор کعبه آمد یک دل. اصل و حکمت اسلام از اجرای این رکن‌ها قبل از همه تشکل انسان صالح و خردمند است که به قدر نعمت‌ها رسیده دست مددش را با احتیاجمندان همیشه دراز می‌نماید. دور مولانای بلخی در این بابت گفته است طواف کعبه دل کن اگر دل داری، دل از کعبه معنی تو گل چی پنداری. 1000 بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دل بیازاری. امارت دل بیچاره 200 پاره، زی حج و عمره به آید به حضرت باری. هزاران حدیث ها و گفته های بزرگان گذشته ما دایر به این موضوع. خانه خدا حج رویم، طاعت عبادت کنیم، پدر و مادر دعای پدر و مادر خود را نگیریم، خدمت نکنیم، برادر و خواهر خود را پرستش نکنیم، به همسایگان خود درست سلام و علیک نکنیم، زبان پاکیزه نداشته باشیم، بعضا به عملهای دیگر زشت دست زنیم. این همه چی است؟ هیچ معنی ندارد.